سلام دوستان عزیز، موتور کویر C2 میخوام روغنش رو عوض بکنم و براتون از تعویض روغن ویدیو بزنم. ببینید اینا موتورهای C2 اینا دو سیلندر 250 و 1 لیتر رو به اصطلاح 7 لیتر اینا روغن مصرف میکنه. روغن جا داره تو مخزنش و چیزی که براش کمپانی در نظر گرفته برای روزهای گرم سال 10-40 نوشته و برای روزهای سرد 20-40 نوشته. اولین کاری که برای تعویض روغن انجام میدیم یه ظرفی رو میذاریم زیرش و مواظب باشیم که حتما این دستمون به این اگزوز گیر نکنه، چون واقعا گرمه و احتمالش زیاده که آسیب بزنه. این مقدار سفته باید کنیم چون انجین گرمه عرض نشه پیچتون، پیچ کارتر. اینا یه فنری هم داخلش داره، باید مواظب اون فنری هم باشیم که گم نشه. سر این پیچ کارتر یه فنری هستش، اون فنری باید حواستون باشه که گم نشه. این فنر هم افتادیم تو، این فنره هستش که یه صافی هم داخلش داره. چه کارتل رو باز کرده روغن داره چک میکنه، حتما این بالا نازلش رو باز بکنیم که هوا جریان داشته باشه، فشار هوا فهمونده هرچی روغن داخل انجینه بیاره بیرون. اینو باز میکنیم میذاری یه گوشه، بعد اینجوری منتظر میمونیم تا این به اصطلاح جکه های آخرش. ترجیحاً موتورهایی که به این صورت اینا تک جک هستن، دو جک ندارن، جک پایه‌ای ندارن، تک جک هستن و یه مقدار کجوایی نیستن، شما ترجیحاً موتور رو صاف نگه دارید، یه تیکه سنگی چیزی میذارین زیر جک که موتور صاف وایسته تا این تخلیه روغن یه مقدار بهتر بشه، این روغن اضافی تخلیه بشه. ترجیحاً با دستتون نگه دارین موتور رو، یه مقدار سخت وایستادنش و احتمال سر خوردنش هم زیاده. حالا من تنظیم کردم وایستادم. خب دوستان عزیز، ببینید روغن ما تموم شد، تعویض روغن ما تموم شد. من یه ابتکاری که به خرج دادم، این قیف ما سر جاش درست وای نمیستاد برای روغن این هواکش اجازه میده. بعدم یه ابتکاری به خرج دادم، یه پت مشابه 200 رو بریدم به این حالت اضافه میکنیم و کج وای میسته، راحت‌تر میتونیم به اصطلاح روغنمون رو اضافه بکنیم به انجین. مسئله دوم این که من 4 لیتر گرفته بودم روغن و چون نمیتونستم اون 1.7 لیتر رو به اصطلاح اندازه بگیرم، 1.5 لیترش رو از این استفاده کردم، با این اندازه گرفتم. پت آب معدنی 1.5 لیتر و اون 200 سی سی الباقی رو هم همینجوری حدوداً ذهنی اضافه کردم بهش. دستتون درد نکنه. امیدوارم لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیز.
من خودم تنهایی راید میکنم، فردی کروزر سوار نیستش، اگه هستش فعلا من نتونستم پیدا بکنم. خیلی مشتاقم که دور هم جمع بشیم، بتونیم رایدهای گروهی داشته باشیم، ولی متاسفانه فعلا من نتونستم کسی رو پیدا بکنم و به اجبار رایدهای تنهایی، راید تک نفره میذارم. از رایدهای خودم براتون فیلم‌های جذاب جالبی براتون میذارم. امیدوارم که لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظرتونم در کلیپ‌های بعدی. شکر.